من نمیدونستم اینجوری میشه. آقا من بیگناهم. جنایت واقعا به شکل شنی اتفاق افتاده بود. اگه مقصر باشه چی؟ مثلا نیست. واقعا توقع داری پدر حسین رضایت بده؟ چند بار زدی تو سرش؟ از امروز تا 26 هفته دیگه ما توی همین روز و همین ساعت به خونه های شما میاییم تا باهاتون حرف بزنیم. پیام چی؟ اون میتونست درکت کنه؟ به کسی ربطی نداره. زندگی خودمه. زندگی منه، نه شما. دوستشون دارم. پدر مادرم رو دوست دارم. با من حرف بزن. با من حرف بزن.